دوستان عزیز سلام. با جلسه ششم از دوره جامعه معامله‌گری بازار فارکس در خدمت شما عزیزان هستم. توی این جلسه با مفهوم بریک و فیک بریک اوت، پولبک و انواع گپ ها آشنا خواهید شد. بریک و فیک بریک اوت یا همون شکست جعلی. توی تصویر سمت چپ ابتدا ما در مورد بریک صحبت میکنیم و بعد توی قسمت سمت راست در مورد فیک بریک اوت صحبت میکنیم. ببینید دوستان، اینجا ما یک روند صعودی رو داشتیم که داشته مسیر خودش رو طی می‌کرده قیمت و رسیده به یک ناحیه مقاومت و توسط یک کندل صعودی قوی این ناحیه شکسته میشه. به این ناحیه که در این قسمت که من با هایلایت مشخص میکنم شکسته شده میگن ناحیه بریک و اصطلاحاً بریک اتفاق افتاده و شکست اتفاق افتاده و این ناحیه مقاومتی شکست خورده و حالا باید ببینیم در ادامه این ناحیه تبدیل به یک ناحیه حمایتی خواهد شد یا نه. پس مفهوم بریک این بودش و توی روند نزولی هم به همین شکل که یک روند نزولی شکل گرفته و این سطح الان برای ما یک سطح حمایتی محسوب میشه و توسط این کندل نزولی توی این ناحیه بریک اتفاق افتاده و اون بریک نزولی ما شکل گرفته. این مفهوم ابتدایی بریک بود که حالا در ادامه با مفهوم اون در لایه سوم پرایس اکشن هم شما آشنا خواهید شد. و اما فیک بریک اوت یا همون شکست جعلی، اینجا دارید میبینید که قیمت یک روند صعودی رو طی می‌کرده و به این ناحیه مقاومتی رسیده و توسط این کندل صعودی قوی توی این ناحیه بریک ما شکل میگیره. اما قیمت خودش رو نمیتونه تثبیت کنه، یعنی بالای اون ناحیه مقاومتی تثبیت نمیشه و اون ناحیه مقاومتی تبدیل به یک حمایت نمیشه و با یک کندل نزولی اون بریکی که اتفاق افتاده بود توی این ناحیه و توی این ناحیه اون بریک شکل گرفته بود، مجددا قیمت به زیر همون ناحیه مقاومتی برمیگرده و اصطلاحاً توی این ناحیه فیک بریک اوت اتفاق افتاده و میبینید که مفهوم کلی اون به این شکل هستش و توی روند نزولی هم به همین شکل بوده. میبینید که اینجا یک روند نزولی شکل گرفته، بریک اتفاق افتاده، نتونسته خودشو زیر اون ناحیه حمایتی تثبیت کنه و با یک کندل صعودی قیمت مجددا به بالای اون ناحیه حمایتی برگشته و اون ناحیه تبدیل به یک ناحیه مقاومتی شده. من اومدم روی چارت که شما بتونید توی اون لایو بازار هم با مفهوم بریک و فیک بریک اوت آشنا بشید. ببینید ما اینجا یک ناحیه مقاومتی رو داشتیم که خب من رسم کردم. توی این ناحیه میبینید که یک بریک اتفاق افتاده و به این قسمت توجه کنید. توی این ناحیه بریک ما توسط این کندل شکل گرفته، قیمت رفته بالا اما خودش رو نتونسته تثبیت کنه و میبینید که مجددا قیمت به زیر اون ناحیه مقاومتی برگشته و اصطلاحاً توی این ناحیه فیک بریک اوت شکل گرفته. پس ما توی همین تصویر میبینیم که یک بریک ناموفق رو داشتیم، یعنی بریک شکل گرفته، تثبیت نشده و فیک بریک اوت اتفاق افتاده و مجددا برگشته به زیر همون ناحیه قبلی که ما داشتیم و در ادامه روند مسیر خودش رو طی کرده و
برخلاف بریک قبلی توی این ناحیه بریک اتفاق افتاده، تثبیت شده توسط این کندل، خودش رو تثبیت کرده این زیر و بعد از اونم میبینید که چه ریزشی رو تا اینجا اومده و ادامه داده. مجددا توی این ناحیه دوستان دارید مشاهده میکنید که قیمت اومده یک تریدینگ رنج رو تشکیل داده، میبینید که سقف و کفای متوالی رو زده و توی این ناحیه توسط این کندل قوی و فول بادی بریک خودشو انجام داده و این بالا خودشو تثبیت کرده و ادامه روند که اتفاق افتاده. پس این یک نمونه از بریک موفق بوده که شکل گرفته و مسیر ادامه پیدا کرده و این نواحی بسیار زیاد هستند. خب حالا شما باز مشاهده میکنید، من کامل میکشم. این یک ناحیه بوده، توی این قسمت بریک اتفاق افتاده و مسیر خودشو موفق شده که طی کنه. مجدد اینجا یک تریدینگ رنج دیگه رو میبینید، توسط این کندل بریک اتفاق افتاده و ریزش ادامه پیدا کرده. و این مثال ها خیلی زیاد هستند و لازمش اینه که شما روی چارت بگردید و پیدا کنید این اتفاقایی رو که افتاده و بریک هایی که شکل گرفته. توی چارت دوستان ما خیلی کندل های دارای بدنه قوی و بزرگ رو معمولاً خواهیم دید. به این کندل ها که واسه ما خیلی هم اهمیت دارن بهشون اصطلاحاً میگن کندل های فول بادی. به کندل هایی که دارای بدنه خیلی قوی هستن و شادوهای بالا و پایین خیلی کوچیکی دارن یا خیلی مواقع اصلا ندارن اون شادوها رو، به اینا اصطلاحاً کندل های فول بادی یا ماربوزو گفته میشه و توی پرایس اکشن و استراتژی هایی که ما داریم اهمیت خیلی زیادی واسه ما دارن. توی صحبت‌های من خیلی وقتا شاید کلمه اسپایک رو شنیده باشید. منظور من از اسپایک چیه؟ ببینید دوستان، وقتی که یک روند شروع میشه و اون روند با کندل های همرنگ و یک شکل و قوی شکل میگیره، اصطلاحاً ما میگیم که اسپایک زده شده. اینجا ما یک روند صعودی رو داریم. خب میبینید دو تا کندل صعودی فول بادی و قوی پشت سر هم بسته شدن و هیچ کندل قرمز رنگ یا نزولی ما بین اونا نمیبینیم و اینجا ما اصطلاحاً میگیم که اسپایک شکل گرفته و خیلی مواقع اسپایک به این شکل میگیره که میاد و شروع میشه با یک کندل فول بادی، مجدد شکل میگیره و مسیر خودشو ادامه میده. به این روندی که با این کندل های قوی و یک رنگ شکل گرفته ما میگیم اسپایک و اصطلاحاً میگیم که توی اینجا اسپایک زده شده. دوستان این قسمت از آموزش رو خیلی با دقت بیشتری ببینید، برای اینکه شاید این مفاهیم خیلی جاها گفته نشده باشه و از حالا به بعد مفهوم بریک واسه ما به شکل دیگه خواهد بود و در ادامه هم در مورد پول بک ها که صحبت خواهیم کرد، مفهوم پول بک ها هم واسه ما با اون پول بک های ساده‌ای که شما همه جا دارید مشاهده میکنید فرق میکنه. تا قبل از این ما در مورد بریک این رو متوجه شدیم که اگر یک سطح پرایس اکشنی شکسته بشه بریک اتفاق افتاده. اون موضوع پابرجاست و توی یک سری از جاها توی استراتژی های ما استفاده خواهد شد. اما مفهوم اصلی بریک از حالا به بعد واسه ما به این شکل هستش. بریک ما بریک خواهد بود که از کندل قبل اتفاق میفته. یعنی ما به جای اینکه بیایم یک سطح پرایس اکشنی رو در نظر بگیریم، آخرین کندلمون رو به عنوان اون سطح حالا مقاومتی یا حمایتی با توجه به اینکه روند ما صعودی یا نزولی هستش
در نظر میگیریم. ببینید اینجا این کندل آخرین کندل ما بوده و سقف کندل این ناحیه بوده. با شکست سقف آخرین کندل صعودی ما بریک اتفاق افتاده و دیگه این ناحیه واسه ما مهم میشه و ما اینجا میگیم که بریک صعودی ما توسط این کندل فول بادی شکل گرفته. پس بریک کندل قبلی واسه ما اون بریک اصلی ما حساب میشه و میتونیم اینجا اون استراتژی رو که داریم پیاده کنیم. و در روندهای نزولی هم به همین شکل هستش. میبینید که این پایین ترین کف آخرین کندل ما بوده و با بریک این ناحیه توسط این کندل فول بادی توی این قسمت بریک نزولی ما شکل گرفته. پس مفهوم و درک ما نسبت به بریک از اینجا به بعد تغییر میکنه و دیگه مثل قبل منتظر یک سطح خیلی بزرگ نمیمونیم و میتونیم وقتی که یک کندل قبل‌تر توسط اون کندلی که باز هستش بریک میشه، میتونیم اون ناحیه رو به عنوان ناحیه بریک در نظر بگیریم. حالا میریم با هم دیگه روی چارت و اونجا خیلی بهتر میتونید این موضوع رو متوجه بشید. خب روی چارت هستیم و شاخص طلا. من اینجا یه سری رو واسه شما مشخص کردم که ببینید اینجا این آخرین کندل ما بوده و بعد توی این ناحیه که رسم شده ببینید سقف اون کندل رو به عنوان سقف مقاومت ما در نظر گرفتیم. یعنی این سقف به عنوان یک ناحیه مقاومتی حساب شده و به جای اینکه ما بخوایم بیایم بگیم منتظر بریک این سقف میمونیم، خب بگیم منتظر بریک این سقف میمونیم اتفاق بیفته و بعد بخوایم وارد بازار بشیم، وقتی این کندل فول بادی رو داریم اینجا میبینیم که کندل قبل خودش رو با چنین قدرتی بریک کرده، ما حالا میتونیم اینجا بعدها توضیح میدم که به چه شکل و چگونه وارد معامله بشیم. خب میبینید که از این ناحیه که ما بریک رو در نظر گرفتیم تا این ناحیه سی پیپ اختلاف هستش و این توی یک معامله با حجم استاندارد چیزی حدود $300 سود میشه. پس ما اینجا داریم دیدگاه و نظرمون رو نسبت به اون اسپایک ها و اون بریک ها تغییر میدیم و اسپایک که من خدمت شما عرض کردم ببینید الان از اینجا تا اینجا یک اسپایک اتفاق افتاده و اسپایک بعدی دقیقاً توی این ناحیه بوده. ببینید کندل های قوی با بدنه خوب و همرنگ هم و مجددا اینجا ما یه اسپایک نزولی رو داریم. کندل های فول بادی با بدنه های خیلی خوب اسپایک رو تشکیل دادن. پس اینم مفهوم اسپایک که از حالا به بعد ما باید خیلی ازش استفاده کنیم و معاملاتمون بر این اساس هستش. مجددا توی این ناحیه دارید میبینید که این کندل قبلی خودش رو بریک کرده و بعدم یک اسپایک نزولی خیلی قوی داشتیم بعد از این بریک که اتفاق افتاده و ما اون ناحیه رو جایگزین این ناحیه پرایس اکشنی کردیم. یعنی به جای اینکه ما بیایم این ناحیه رو رسم کنیم و بگیم خب اینجا یک ناحیه حمایتی بوده و اومده بریک شده، میبینید که ما خیلی قبلتر موفق شدیم که با دیدن این کندل قوی و بریک این ناحیه وارد معامله بشیم. یا مجددا توی این قسمت مشاهده میفرمایید که یک کندل پین بار اینجا داشتیم، این کندل فول بادی و قوی اومده اینو بریک کرده و توی این قسمت یک اسپایک صعودی خیلی قوی رو داشتیم که شکل گرفته. و حالا میگم خیلی زیاد هستن، شما میتونید باز مجدد این رو در نظر بگیرید اینجا، یا توی این ناحیه این کندل مجددا توسط این کندل فول بادی نزولی اومده بریک شده و
کار خودش رو ادامه داده و میبینید که یک لگ نزولی یا اسپایک نزولی اینجا شکل گرفته. حالا هرچی که قبلتر بریم بازم اینجا داریم میبینیم اومده این سقف این کندل برای ما بریک شده و روند صعودیش شکل گرفته و اینا رو خیلی پرتکرار شما خواهید دید. ببینید مجددا کف اون کندل بریک شده توسط این کندل فول بادی و اون روند نزولی ما شکل گرفته. حالا ما اگر که میخواستیم منتظر بمونیم و بر اساس اون سطوح بیایم در نظر بگیریم باید منتظر بریک این ناحیه میمونیم. خب میبینید که ما خیلی زودتر با دیدن این کندل و بریک این ناحیه موفق شدیم که وارد معامله بشیم. یک مثالم توی لایو بازار ببینیم. خب میبینید که شاخص طلا الان لایو بازار هستیم. دقیقاً ببینید دوستان توی همین ناحیه این کندل ما کف این کندل رو رسم میکنیم. این از بدیهای بروکر متا تریدر این چیا هستش. میبینید یه مقدار اذیت میکنه توی رسم. اجازه بدید من میبینید که این آخرین ناحیه‌ای که بوده اومده توسط این کندل فول بادی کف اون کندل قبلی بریک شده و ما میتونستیم با کلوز کردن این وارد معامله بشیم. خب که میبینید حالا از همینجا تا لایو بازار 25 پیپ 26 پیپ ریزش کرده. این دیگه لایو بازار هست که شما دارید مشاهده میکنید و مجددا قبلترش هم این ناحیه بوده که میبینید بریک شده و اون ریزش خودشو داشته و انجام داده. با مفهوم واقعی بریک در لایه سوم پرایس اکشن شما آشنا شدید. پول بک و مفهوم آن. ببینید من خیلی سعی میکنم ساده و راحت این موضوع رو واسهتون توضیح بدم و زیاد بزرگش نکنم و بتونید خیلی راحت متوجه بشید. زمانی که یک روند شکل میگیره، حالا چه صعودی چه نزولی، نمیتونه به شکل دائم و خیلی قوی اون روند رو طی کنه. حالا بخواد مثلا خیلی یه پشت به سمت بالا حرکت کنه و یا به سمت پایین حرکت کنه. زمانی که یک روند شکل میگیره و حالا بایرها و سلرها یعنی همون خریدارا و فروشنده ها وارد بازار میشن، به خریدارا میگن بایر و به فروشنده ها میگن سلر. وقتی که اینا وارد بازار میشن به هر حال به یک ناحیه‌ای که میرسن سعی میکنن از اون معامله خارج بشن و وقتی که این بایرها و یا سلرها از معاملات خارج میشن اون روند یک اصلاح به خودش میبینه که اصطلاحاً به اون اصلاح قیمت و استراحت قیمت میگن پول بک. ببینید ما اینجا یک روند صعودی رو داریم که شکل گرفته. اینجا لگ صعودی ما شکل گرفته، یک اصلاح اینجا به ما داده. به این اصلاحی که توی این ناحیه شکل گرفته پول بک گفته میشه و حالا این روند ادامه پیدا میکنه. لگ بعدی شکل میگیره و کلی خریدار اینجا وارد بازار میشن. خب یه عده به اینجا که میرسن تصمیمشون اینه که از معاملات خارج بشن و مجددا اینجا اون اصلاحی که شکل میگیره و یه مقدار قیمت ریزشی میشه به این پول بک گفته میشه و این کار تکرار میشه، مجددا تکرار میشه و این پول بک های متوالی شکل میگیرن. مفهوم کلی پول بک این هستش و حالا اگرم که ما توی یک روند نزولی باشیم به این شکل میشه که یک ریزش شکل گرفته، این اصلاحی که اینجا انجام میشه و خیلی از سلرها اینجا خارج میشن باعث این پول بک و استراحت میشن که
معمولا پولبک ها تا 30 الی 50% اون لگی رو که شکل گرفته پولبک زده میشه و استراحت قیمت پیش میاد که حالا توی جلسات بعد جلوتر که میریم خیلی بیشتر با این اصلاح ها و پولبک ها آشنا میشید و عرض کردم توی روند نزولی هم به همین شکل. ببینید این قیمت نمیتونه اینقدر نزولی بخواد خودش رو طی کنه و پایین بیاد. به هر حال معامله گرا یه جایی بازار باید خارج بشن. این میاد شکل میگیره. ببخشید این صدای قطع و وصل شدن متاتریدر هستش. به این صدا خیلی عادت کنید. این صدا با توجه به اینترنت ایران و اون اینترنت ضعیفی که ما داریم بارها واسه شما پیش میاد. من یه استاپ کردم و اون صدا رو قطع کردم که شما رو اذیت نکنه. پس با مفهوم پولبک آشنا شدید و این پولبک همیشه توی روندا هست و هیچ موقع ما نمیتونیم روند قوی رو خیلی مدام و به یک شکل داشته باشیم. من اومدم روی چارت که با مفهوم پولبک خیلی بهتر آشنا بشید. میبینید که اینجا یک لگ صعودی واسه ما شکل گرفته. یک لگ صعودی اینجا شکل گرفته که شما مشاهده میفرمایید. بعد از این توی این ناحیه یک سری از بایرها اومدن از معامله خارج شدن و اون لگ یک استراحت رو انجام داده و اصلاح خودش رو تا این ناحیه انجام داده، پولبکش رو زده و مجددا لگ بعدی رو تشکیل داده و مجدد مشاهده میکنید که استراحت خودش یا همون پولبک رو اومده انجام داده و اون لگ سوم ساخته شده. مفهوم کلی پولبک این چیزی هستش که شما مشاهده فرمودید و سعی کنید که تشریف ببرید روی چارت. حتما روندها رو پیدا کنید، پولبک ها رو پیدا کنید، اون اسپایک ها و بریک هایی رو که با هم صحبت کردیم روی چارت پیدا کنید، تمرین کنید تا واسهتون خیلی مفهومشون راحت‌تر و ساده‌تر بشه و چشم شما به اون عادت کنه. یه مثال دیگه من مجدداً از پولبک واسه شما اینجا میذارم که ببینید، مشاهده کنید دوستان. یک لگ شکل گرفته، بعد از اون پولبک زده شده، مجدداً لگ بعد و پولبک، لگ بعدی و مجدداً پولبک. و شما حتی توی این ناحیه هم ببینید، من یه مقدار زوم کردم، مشاهده میکنید که لگ های نزولی و پولبک و عرض کردم خدمت شما معمولا تا 50% لگ پولبک اتفاق میفته. لگ بعدی و پولبک اون. ببینید حالا اینجا لگ ها خیلی کوچیک‌تر شدن. لگ بعدی و پولبک همین یک کندل بوده، مجدداً یک لگ دیگه و پولبک همین یک کندل بوده که حالا در مورد این پولبک های تک کندلی توی جلسات بعد مفصل واسه شما صحبت میکنم و توضیح میدم که حالا دیدتون نسبت به پولبک هم باز مطمئناً بعد از اون تغییر خواهد کرد و خیلی کاملتر خواهد شد. و خب میگم این پولبک ها رو مثل این کاری که من الان دارم انجام میدم شما هم انجام بدید و مشخص کنید. میبینید که یک لگ شکل گرفته، پولبک زده شده، لگ بعدی مجددا پولبک شکل گرفته. حواس منم پرت میکنه این صداه اصلا متاسفانه، ولی خیلی صدای جذابی هستش. یعنی شما حالا به امید خدا کار ترید رو که شروع کنید، شما هر موقع که معامله باز میکنید این صدا میاد. هر موقع
تیپیتون زده میشه این صدا میاد و متاسفانه SL هم که زده میشه این صدا هستش. حالا میگم صدای لذت بخشیه و به قول خیلی از حالا دوستان تریدر میگن که زیباترین صدایی که تو دنیا وجود داره همین صدای هستش که از متا تریدر 4 میاد. خب بعد از این لگ این پول بک هم شکل گرفته و خیلی مثالای دیگه که روی چارت میشه مشخص کرد. دوستان عزیز این جلسه هم همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مفید بوده باشه، مطالب رو یادداشت کرده باشید. اگر که متوجه نشدید و یه مقدار شاید مطالب سنگین‌تر شده بود، فیلم رو چند بار این ویدیو رو ببینید، مطالب رو یادداشت کنید، نوت برداری کنید، حتما روی چارت تمرین کنید و بعد جلسه بعد رو ببینید. موفق باشید، از خودتون مراقبت کنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار شما.